ببخشید به جوانای اجازه ندادن. بله به جوانای اجازه ندادن. ما چند جمله میخوایم. آقای رئیس چند جمله. باش صبر کن. بعد گفتم صبر کن در جایت باش. یک همشیره میگه جای دور آمدیم مسئول طرح محاکمه است چند دفعه که به ما وقت به جوانا وقت ندادن و میخواد یک 3 دقیقه یعنی 3 دقیقه برای تو فوق العاده وقت میتیم. بفرمایید. اسم من ملاله جویا از ولایت فراستم. البته به اجازه حاضرین محترم به نام خدا به نام شهدای گلگون کفن راه آزادی وطن میخوایم چند لحظه صحبت کنم. من انتقاد سر تمام وطندارای ما که در اینجا حضور داره به ایست که چرا میمانند که مشروعیت و قانونیت بودن ایلوی جرگه زیر سوال بره. البته وجود او جنایتکارایی که کشور ما را به این حالت رساندن یا کسایی بودن که کشور ما را میراث جنگ‌های ملی و بین المللی ساختن. زنستیزترین کسا بودن در جامعه که میخواستند که کشور ما را به این حالت رساندن. یا باید محاکمه بین المللی و ملی شوند یا مردم ما اگه ببخشه مردم پا برهنه افغان هرگز تاریخ ما ببخشه. بشین خلاص جای جان. بشین جای بشین خلاص. چون امی همشیره ما فوق العاده یعنی گستاخی کرد از چوکات قانون انسانیت اینا بیرون شد. ما با مجلس میگم که از مجلس خارج شود دیگه در مجلس داخل شده نمیتونه.